به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع می‌کنیم. کتاب گربه‌ای که زن یاد میداد. نویسنده جیمز نوربری و مترجم خانم نازنین فیروزی هستند که این کتاب در سال 1402 در تهران توسط نشر میلکان چاپ شده. این کتاب بسیار زیباست، در حوزه کتاب‌های متافیزیک قرار میگیره و فکر میکنم که خوندنش یک بار هم خالی از لطف نباشه. کتاب‌های راه و رسم زندگی و کتاب‌های فلسفه و منطق هستش. لطفاً با من همراه باشید تا خلاصه کوتاه رو از این کتاب زیبا برای شما بخونم. کتاب گربه‌ای که زن یاد میداد در بستر داستان حیوانات فلسفه زن را به عنوان راهی برای زیستن آگاهانه شرح می‌دهد. جیمز نوربری اصول زن را آرام آرام از خلال داستانک‌ها آموزش می‌دهد و مخاطب را برای رسیدن به این تفکر تمرین می‌دهد که در هر زشتی زیبایی وجود دارد، همانند گل نیلوفر آبی که در میان گلولای و کثیفی رشد می‌کند و نماد آیین بودایی است. این اثر پرفروش‌ترین کتاب آمازون با موضوع فلسفه بودیست به شمار می‌آید. این کتاب داستان سفر معنوی گربه‌ای است که برای درک معنای جهان و رسیدن به آرامش راهی سفر به جنگل درختان افرا می‌شود، جایی که تک درخت کاج کهنسال خاصیتی جادویی دارد. هر کس روی شاخه این درخت بنشیند به خرد بی‌پایانی دست می‌یابد. جیمز نوربری از خلال داستان مهیجی که از سفر گربه و ملاقات او با حیوانات مختلف روایت می‌کند، فلسفه زن را به مخاطب می‌آموزد. زن ممکن است تفکری گیج کننده باشد. ممکن است گستره‌ای از تصاویر را از آپارتمان‌های سفید ساده گرفته تا راهبان منزوی که در سکوت نشستند تداعی کند. از نظر جیمز نوربری زن صرفاً پرورش راهی برای بودن است که آرامش و خرد بیشتری را به زندگی ما می آورد. در کتاب گربه‌ای که زن یاد میداد سعی شده به گونه‌ای کاربردی‌تر به زن توجه شود و در سطح روزمره دستیافتنی‌تر و مفیدتر مورد استفاده قرار گیرد. فلسفه بودیسم در تک تک کلمات و نقاشی‌های کتاب گربه‌ای که زن یاد میداد جاری است. بسیاری از ما مثل ببر دچار تردیدیم. برخی مثل لاک‌پشت از زندگی خسته شده ایم. اما نکته قابل توجه این است که همه‌مان حین خواندن کتاب به این درک می‌رسیم که لحظه اکنون هرگز تکرار نخواهد شد و این تفکر به افزودن چیزی به شدت ژرف به تجربیات روزمره و پیش پا افتاده‌مان کمک می‌کند. در کتاب گربه‌ای که زن یاد میداد قصه‌ای جامع وجود دارد که نه تنها داستانها را به یک روایت واحد بدل می‌کند، بلکه سفر فرد و کشمکش‌هایی را نشان می‌دهد که در تلاش برای دنبال کردن مسیری معنوی تجربه می‌کند. خرگوش صحرایی اولین کسی است که گربه با او ملاقات می‌کند و تجربیات پیشینش را در اختیار او قرار می‌دهد. گربه ایده‌های جدید را مانع از تکرار اشتباهات و عامل رشد می‌داند. وقتی متوجه بشیم که زندگی همیشه سعی داره یه چیزی یادمون بده، یادگیری آسان‌تر میشه. این حرفی است که گربه به خرگوش میزنه وقتی گذراندن در سکوت و قدردانی از طبیعت از دیگر اصول زن هستند که گربه به خرگوش توصیه میکنه. پس از مکالمه گربه و خرگوش که بر اصول فلسفه زن استوار است، وقت آن میرسد که گربه سفرش را ادامه دهد. او در مسیر به ترتیب با کلاغی طماع، توله گرگی گیج، میمونی مضطرب، لاک‌پشتی ناامید
ببری خشمگین و در نهایت بچه گربه‌ای کنجکاو روبرو می شود. گربه با تعریف کردن داستان‌های کهن زن نه تنها به حیوانات بلکه به خودش نیز کمک می کند. چرا که تمام زندگی‌ها به هم متصلند و وقتی ما به دیگران سود می‌رسانیم حتما خودمان هم سود می‌بریم. برای گربه راحت است که این موجودات را نصیحت کند، اما به کار بردن آن پندها برای خودش چندان آسان نیست و هرچه به پایان داستان نزدیک می‌شویم حتی کم کم آزرده هم می‌شود. همان وقتی که بچه گربه را مانعی در مسیر روشنگری خود می‌بیند، اما بنا به گفته قدیمی مانع همان مسیر است. کتاب گربه‌ای که زن یاد می‌داد ما را متوجه زندگی ارزشمندمان می‌کند و نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم با کسب آگاهی بیشتر صبورتر و مهربانتر شویم و زندگیمان را لذت بخشتر سازیم. در نکوداشت کتاب گربه‌ای که زن یاد می‌داد، این کتاب به عمق حکمت‌های باستانی است و نقاشی‌ها جذابیت زیادی برای همنشینی با داستان دارد. این کتاب به کودکان و بزرگسالان درس‌های مهمی از زندگی ارائه می‌دهد و همچنین باب آشنایی با فلسفه بودایی را به روی مخاطب می‌گشاید. گربه به سمت پایین کوه و به جنگل افرا رفت. لحظه‌ای درنگ کرد تا به صدای باران گوش دهد که چک چک روی شاخ و برگ گیاهان می‌ریخت. آنجا در واقع مکانی جادویی بود. او می‌توانست این را حس کند. جلوتر گربه متوجه حرکت چیزی در مسیر شد. نزدیکتر که شد دید بچه گربه‌ای کاملا غرق گرفتن برگ‌های پاییزی. گربه نزدیکتر شد تا اینکه بچه گربه با اینکه شدیداً غرق حرکات شاخه‌ای در باد بود متوجه گربه شد و زیر انبوهی از برگ‌ها شیرجه زد. بچه گربه با لبخند گشاده‌ای گفت: سلام، اینجا چه کار می‌کنی؟ گربه بدون اینکه سرعتش را کم کند گفت مشغول یک کار مهمم. بچه گربه دنبالش راه افتاد و گفت از چشمات میشه فهمید انگار دنبال یه چیزی هستی. گرسنه‌ای؟ دنبال چی میگردی؟ گربه که مشتاق بود به راهش ادامه دهد گفت فکر نکنم تو بفهمی. بچه گربه خوشبینانه گفت خب امتحانم کن، باهوشتر از اونیم که به نظر میاد. گربه گفت واقعا شرمنده، باشه یه وقت دیگه. بچه گربه پرسید خب دوستات کجان؟ گربه با کمی بی‌حوصلگی جواب داد توی این سفر به دوست نیازی نداری، خودم تنها خوشحالم. بچه گربه گفت وقتی دوستها مثل جادو هستن، وقتی چیز خوبی رو با یه دوستی سهیم میشی یه جوریایی بیشتر نصیبت میشه تا موقعی که اون رو تنها برای خودت نگه میداری. وقتی هم یه مشکلی باشه همین تعریف کردنش برای دوستات میتونه اوضاع رو بهتر کنه، حتی اگه دوستات ندونن چطوری حلش کنن. گربه به بچه گربه که علنی داشت خوش میگذران نگاهی کرد و آهی کشید. گربه از کنار بچه گربه رد شد تا به شب پاییزی سردی رسید. در شب پاییزی سرد گربه با دوست بسیار خوبش موش صحرایی که از باران پناه گرفته بود دیدار کرد. باران بر بام‌ها جاری بود و در ناودان‌ها می‌خروشید. مردم شهر زیر رگبار قوز کرده بودند و شتابان به سمت خانه‌هایشان می‌رفتند. گربه به تماشای آنها نشسته بود. بعد از مدتی به موش صحرایی رو کرد و گفت سال‌هاست که دارم جستجو می‌کنم ولی هنوز خیلی چیزها رو نمی‌فهمم. موش صحرایی پرسید خب دنبال چی هستی؟ گربه آهی کشید و گفت کاش می‌دونستم. آرامش، مقبولیت، شاید هم یه راهی برای سر در آوردن از کار دنیا. موش صحرایی با مهربانی لبخند زد و گفت نه بابا، همچین هم چیزایی راحتی نمیخوای ها. ولی خب شاید من بتونم یه کمکی کنم. شنیدم که دور از اینجا توی اعماق جنگل‌های افرا که دور و دره رو پوشونده یک تک درخت کاج کهنسال هست که هر کی روی شاخه‌هاش بشینه به آرامش و درک
بی‌نظیری میرسه. گربه پرسید واقعاً؟ موش صحرایی سر تکان داد. گربه گفت خب پس من مسیرم معلوم شد. فوری راه میافتم. با دوستش ودا کرد. بی صدا از دیوار پایین پرید و جاده قدیمی رو در پیش گرفت که به بیرون از شهر رو به سمت دره میرفت. گربه راه میافتد و تصمیم میگیرد که وارد این جنگل شود، راهی سفر دور و درازی بشود و این درخت را از نزدیک ببیند. او در طول راه با حیوانات زیادی مواجه می شود و با آنها معاشرت می کند. در طول گفتگوی آنها گربه از درس‌هایی که در زندگی فرا گرفته می گوید. گاهی اوقات هم حیوانات هستند که به او درس‌های بزرگی می دهند. در نهایت او با ذهن آشنا می شود و متوجه می شود که بسیاری از درس‌هایی که یاد گرفته بود همه در شاخه ذهن قرار دارند. او می خواهد به خواننده ها بیاموزد که چیزهای خوب اغلب از چیزهای بد به وجود می آیند. خواندن کتاب گربه‌ای که ذهن یاد میداد را به شما حتما پیشنهاد می کنید. اگر دوست دارید تعالیم ذهن را از زبان یک گربه بشنوید و با ذهن از طریق نقاشی‌های زیبا و جملات ساده آشنا شوید، این کتاب را حتما بخوانید. جیمز نوربری هنرمند، نویسنده و تصویرگر عاشق طبیعت و حیوانات است. او در جنگل دین متولد شد و بیشتر عمر خود را صرف نوشتن و طراحی کرد. در دانشگاه جانورشناسی خواند و پس از فارغ التحصیلی به ایرلند رفت. از آنجا به سراسر انگلستان سفر کرد. در نیوکاسل، سوانسی و چرتنام زندگی کرد و برخی اوقات در یک قایق باریک زندگی می‌کرد. اگر بتوانید فقط 30 ثانیه زمان بگذارید تا واقعاً پارچه لباستان را حس کنید یا به صداهای بیرون از پنجره گوش دهید، می‌توانید مانند میمون به حالت ذهنی دیگری منتقل شوید. اگر فقط 1 ثانیه ذهنتان متوقف شود و تجربه مسلط شود، با ذهن مواجه خواهید شد. اگر بتوانید هر زمان که این مسئله را به خاطر می‌آورید تمرینش کنید، ممکن است کم کم آرامش بیشتری وارد زندگیتان شود. حتی راهبان ذهن هم تمام روز را به مراقبه نمی‌نشینند. بیشتر وقت آنها صرف انجام وظایف می‌شود. اما سعی می‌کنند وظایفشان را با حالتی آگاهانه و با ذهن آگاه انجام بدهند. و آخرین جمله‌ای که از این کتاب برای شما میخونم، فهمیدم خیلی کم پیش میاد اون چیزی که میخوایم همون چیزی باشه که بهش نیاز داریم و اون چیزی که بهش نیاز داریم تقریبا هیچ وقت همونی نیست که میخوایم. بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست که برای شما بخونم. لطفاً برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وقت بعدی، خدا نگهدارتون.